ما فکر میکنیم که گویا که این دین برای شما یک عادی آمده است، با ضیافت و کیف صفا آمده است. نه والله، این دین برای ما به خون آمده است. از خون رسول الله شروع شد تا امروز، تا خون موحدین. رسول الله به خاطر این دین خون ریختند. وقتی که به طائف رفتند دعوت نمودند، اهل طائف چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را سنگ زدند که کفش‌های رسول الله خون‌آلود شد، جسم رسول الله خون‌آلود شد. در جنگ احد دندانشان شکست، خون‌آلود شدند، رویشان درید، خون‌آلود شدند. ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگر صحابگان در این راه جنگیدند و خون ریختند. ما لكم تلبسون